فیزیک. شاگردای عزیز، در آخرین جلسه ما شما در مورد فیزیک هسته یعنی فصل دهم میخوانیم. شاگردای عزیز، تجاربی را که رادرفورد انجام داده، در این تجارب نشان داده شده که پروتون های یک اتم در هسته آن چی میشه؟ متمرکز میشه و هسته قسمت اعظم از کتله اتم چی میکنه؟ تشکیل میده. اگر ما شما در نظر بگیریم که این یک هسته است، قسمت اعظمی یک اتم چیش تشکیل میده؟ هستهش تشکیل میده. در داخل این هسته پروتون با چارج چی وجود داره؟ با چارج مثبت و نیوترون با چارج چی؟ خنثی. و این هم مدارهای الکترونی هست شاگردای عزیز. مدار K، L، M، N، O، P و Q. شاگردای عزیز، در این مدارهای الکترونی الکترون ها جابجا شده که دارای چی می باشه؟ دارای چارج منفی می باشه. از این خاطر است که این الکترون ها قسمت اعظم یا قسمت بزرگش هسته گرفته، در داخل هسته چارج های مثبت و چارج خنثی و در خود مدارهای الکترونی الکترون ها با چارج های منفی چی داره؟ وجود داره. از این خاطر است که هسته یک اتم چی میشه؟ خود یک اتم ثابت باقی میمانه. دلیل ثابت باقی ماندن اتم چی است؟ دلیل ثابت ماندن اتم این است که تعداد چارج های مثبت و چارج های منفی با هم دیگه مساوی است. اگر احیانا این تعداد چارج های مثبت بیشتر شود، اگر تعداد چارج های مثبت بیشتر شود و یا هم تعداد چارج های منفی بیشتر یا چی شود؟ یا کمتر شود. در این صورت که این بیشتر یا کمتر شود، هسته چی میشه؟ خود اتم یا هسته متلاشی میشه. متلاشی شده یعنی متلاشی شده از بین میره و سبب چی میشه؟ نابودی میشه. در صورتی که یک اتم نابود شود یعنی سبب نابودی چی میشه؟ دنیا میشه. ما شما میفهمیم که چارج های مختلف نوع همدیگه جذب و چارج های هم نوع چی میکنن؟ همدیگه شان دفع میکنن. از این خاطر است که هم در یک اتم چارج مثبت و هم چارج منفی و هم چارج چی وجود داره؟ خنثی، ولی تعدادشان با هم دیگه چیست؟ مساوی است که باعث ثابت نگه داشتن چی میشه؟ باعث ثابت نگه داشتن خود اتم میشه. در سال 1819 دانشمندی به نام هنری بکرل هنری بکرل تشعشعات رادیواکتیو یورانیم را مشاهده کرد و فیزیک هسته‌ای را چی کرد؟ اساس گذاشت. اساسگذار فیزیک هسته‌ای دانشمند که به نام هنری بکرل است که برای اولین بار چی کرد؟ از تشعشعات رادیواکتیو یورانیم فیزیک هسته را چی کرد؟ فیزیک هسته را با وجود آورد که در این فیزیک شامل این تشعشعات شامل کدام تشعشعات می باشه که ما شما در فیزیک هسته میخوانیم؟ تشعشعات الفا، تشعشعات بیتا و تشعشعات گاما و سلسله تعاملاتی را که این اشعه ها انجام میده. این سلسله تعاملات چی میباشه؟ سلسله تعاملات سلسلوی یا ادامه دار است. اگر یک دانه هسته چی میشه؟ دوتا. باز هر کدام از امی چی میشه؟ دو تای دیگه میشه. از امی خاطر است که یک ساحه وسیع را چی میکنن؟ تشکیل میدن. شاگردای عزیز، عنوان بعدی که ما میخوانیم عنوان بعدی قوه هسته‌ای است. قوه هسته‌ای چی است شاگردای عزیز؟ قوه است که ذرات هسته‌ای را محکم در کنار همدیگر چی میکنن؟ قرار میده و بر قوه دافعه برقی بین پروتون های هسته غلبه میکنه. قوه که چی میکنه؟ قوه هسته‌ای قوه است که ذرات هسته‌ای ما و شما کدام است؟ اما ذرات الفا، بیتا و گاما. این ذرات چی میکنه؟ کنار همدیگر قرار میده، یعنی در جوار همدیگر قرار میده
و قوه دافعه برقی که در بین از اینا چی میکنه وجود داره و عمل میکنه. یعنی مقدار قوه هایی که این قوه مثبت است و یا هم قوه چی است؟ قوه های منفی که در بین این اشعه ها یا شعاع های هستوی یا ذرات هستوی عمل میکنه. این قوه دافعه برقی را چی میکنه؟ قوه دافعه برقی بینشان عمل میکنه و پروتون ها بالای پروتون های هستیشان چی میکنه؟ غلبه میکنه. یعنی اگر این هسته باشه در داخل هسته تعداد چی باشه؟ تعداد پروتون ها و نیوترون هایشان باشه، یعنی چارج مثبتشان باشه و یا هم چارج چی باشه؟ خنثیشان باشه و یا در الکترون هایشان تعداد چارج منفیشان باشه. اینا را با هم دیگه چی میکنن؟ در حالت تساوی قرار میده. اگر در حالت تساوی نباشه چارج مثبت زیاد میشه و یا هم چارج منفی زیاد میشه. در صورتی که هر یک از زیاد چی شود؟ زیاد شود، بنابراین هسته از بین میره، یعنی اتم چی میشه؟ متلاشی میشه. یعنی سبب چی میشه؟ سبب انفجار اتمی رخ میده یا سبب انفجار میشه در هسته یک اتم و اتم چی میکنه؟ از بین میبره. از این خاطر است که این قوه هستوی در بین ذرات چی میکنه؟ عمل میکنه و باعث ثابت نگه داشتن یک اتم میشه و سبب از این میشه که این ذراتی که در یک هسته وجود داره را کنار همدیگر چی کنه؟ قرار بده. شاگردای عزیز، این بود آخرین جلسه از مضمون فیزیک. شاگردای عزیز، در فصلی که در کتاب فیزیک ما وجود داشت رو برای شما تدریس کردم. امیدوارم آموخته باشین. خدا یار و نگهدار تک تک شما.